سلام به همگی، من حمیدم از کانال یوتیوب همدلورو با قسمت دوم از دوره آموزشی کتابخونه leaflet.js که مربوط به استفاده از نقشه توی پروژه است. خب برای شروع، چون ما هم داریم با تعداد پروژه محور داریم انجام میدیم، اول از همه به عرض و طول جغرافیایی نیاز داریم برای در وقتی که عرض و طول نقشه دریافت کنیم بتونیم به قول معروف تو دیتابیس ذخیره سازیش رو انجام بدیم. خب همونطور که من تو جلسه معرفی گفتم، این پروژه ابتدا روی گوگل مپ انجام شده بود و فیلدهاش و دیتا مدلش فکر کنم استرینگ بود. الان من باید بیام اینا رو به لاین تبدیل کنم، به دابل البته تبدیل کنم. خب این دوتا رو کامنت میکنیم، کلا میایم می‌نویسیم پابلیک دابل هم خب چون یه عدد اعشاری میشه دیگه، چون عرض و طول که دریافت میکنیم به صورت اعشاره، یه چند رقم به صورت عدد صحیحه، یه تعداد 7-8-10 رقمی تو اعشار داشته باشیم، به صورت برای همین دارم انواع دابل تعریف میکنم. اسمش هم میذارم لوکیشن تیتو. خب این از این پابلیک دابل لوکیشن خب این از این. تو مرحله بعد تغییرات زیادی داریم توی سورس پروژه. اول بریم سراغ دیتا مدلامون. اینجا برای دیتا مدل مربوط به دیتابیس بود دیگه که من گذاشتم توی لایه مجزا. حالا میخوام برم سراغ دیتا مدلایی که سمت ویو دارم استفاده میکنم. خب تو کجا میخوایم؟ اول بریم سراغ دیتا مدل اصلی مربوط به همین جدول ایجنسی. خب اینجا داریم، اینا رو کلن کامنت میکنیم. خب میایم مینویسیم همینا رو میگیریم میایم میذاریم اینجا. به این نیاز داریم، به این دوتا نیاز داریم، به بقیهش نه. که یه جوری عنوانش رو نمایش بدهیم، با این هم که وارد مشخص میکنیم که این فیلد اجباری باید مقداردهی بشه. این هم به همین صورت کامنت خارجش میکنیم. این دوتا رو دیگه نیاز نداریم دیگه، چون فیلدامون انواع رشته‌ای بودن. این رو حذف کردم. مهمی بلش اینجاست. این هم باید کامنت بشه، حواسم نبوده، اشکال نداره. خب ما با مکسلنس کاری نداریم، چون دیگه با فیلدمون البته دیتا مدلمون دیگه رشته اینی، یه رگولار اکسپرشن هم دیگه براش نیاز نداریم. توی مثلا اینم توجه کنیم، چون من استرینگ بود یه رگولار اکسپرشن براش نوشتم که یه چارچوب مشخصی براش تعیین کردم. البته بعدم فهمیدم این همیشه سازگار نیست. ممکنه مثلا من اینجا گفتم که مثلا عدد بگیره به صورت 2 رقم، حتما بعدش دات باشه و بعدش اینم که بعد یه دونه دات باشه. اینجا هم گفتم 13 الی 15 تا عدد بگیره که من فهمیدم بعداً دیدم این تعداد میتونه کمتر هم باشه. حالا به همچین چالشایی هم میخوردم البته،
ولی حالا در کل ما اینجا دیگه استرینگ نمیخوایم، استرینگ چون نداریم دیگه، به این رگولار اکسپرشن هم کاری نداریم، همین دابل بودن کار رو برامون در میاره. خب دیگه چیا میخوایم؟ توی اینو که نمیخوایم، توی ویو میخوایم. خب اینا هم باید مطابق با همین بشه. بذار از اینجا بیارم بهتره، اینجا فاصله بدم، اصلا اینا رو حذف کنم دیگه، نمیخوام که. خب این دوتا هم ور میدارم، جایگزین این دوتا میکنم. خب توی من یه جدولی هم دارم به اسم اوردر که وقتی ثبت سفارش انجام میدیم این نمایندگی که کلا انتخاب میشه اونجا باش کار داریم. من تو بی اوردر بود، آها این دوتا هم بعد مطابق با همین بشه. خب اینم از این. خب بریم حالا توی سید دیتای پروژمون، یعنی در واقع اون مقداردهی اولیه‌ای که توی اجرای اولیه میخوایم داشته باشیم هم بعد، چون من ایجنسی ها رو مقداردهی میکردم. خب اینجا خب اینا رو دیگه مقداردهی، اینا رو جایگزین نام های قبلی میکنیم. این حالت رشته‌ای بودنشون هم باید خارج کنیم. این جوری چند بهتر شد اصلا. خب اینم از این. خب کار بعدی که میخوایم انجام بدیم بعد بریم سمت سرویس هامون. اینا رو ببندم. اول بریم سراغ همین سرویس های نمایندگیمون. خب این خط‌ها که اینجوری میشه خیلی کار راحت‌تر میشه. خب از این نام ها میم استفاده میکنیم، فقط دیگه چون رشته ای نیست دیگه اینا رو نمیخوایم. خب اینم دیگه نمیتونیم به این صورت بررسیش کنیم، فقط میزنیم مدلش رو بذاریم از value. دیتا مدلی که داریم کار میکنیم همینه دیگه که اومدیم تغییرات روش اعمال کردیم. خب اینجا هم به همین صورت یه تغییر نام باید انجام بدیم. آره اینم سرویس مربوط به ایجاد دیگه، یعنی ما تو همون صفحه ایجاد حالا یه رکورد جدید اینجا میایم داخل این سرویس و مقادیر رو مقداردهی میکنیم، تو دیتابیس ذخیره میکنیم. خب اینم به این صورت میگیم اگه مقدار داشت بیا این فیل رو مقداردهی کن. خب اینم از این. بریم تو سرویس آپدیت، همین کارا رو باید انجام بدیم. همین رو میگیریم اینجا کپی پیست میکنیم. این آپدیت هم میتونیم دسترسی به اینا داشته باشیم به این دلیله که ما تغییری توش ندیدیم، چون داره از کلاس کرییت ارسپری میکنه، فقط یه پروپرتی جدید به اسم آیدی داره در واقع. پس برای همین به راحتی به اینا دسترسی داریم. خب بسیار عالی. بریم تو اون اوردرم که اون دیتا مدلش رو تغییر دادیم، اینجا هم به تغییر نیاز داریم. خب این خطا رو چقدر کار راحت که پیدا کردنش خیلی سختی واقعا. خب اینجا هم میایم به این صورت عمل میکنم بعد اینجوری این در واقع میره از ایجنسی میگیره و میذاره اینجا. خب چرا خب آها این ما مدل داده ایشو عوض نکردیم، همون اوردر رو باید میکنیم دابل. نه برای همین اونجا به ما ایراد گرفت اینجا. خب
بریم سراغ پروپرتی بعدی. اینم از اینجا میگیریم و مقداردهی انجام میدیم. اینم برای دریافت سفارشه. اتفاقا میخوایم چون تو اون صفحه که میخوایم جزئیات یه سفارشی که ثبت شده که تو زمان ثبت اومده نمایندگی انتخاب کرده رو نمایش بدیم، به همون لوکیشن به عرض و طول جغرافیایی نمایندگی نیاز داریم. حالا وقتی بریم سمت ویو خیلی بهتر متوجه میشید. خب این تغییرات هم دادیم. خب حالا باید بریم سر اصل مطلب داخل ویو که اصل کارمون همون داخل ویو هستش. خب میخوایم بریم داخل صفحه کرییت یه نمایندگی جدید و از این نقشه ازش استفاده کنیم. خب از همین اول شروع میکنیم. ما دیگه گوگل مپ رو نمیخوایم، اسمش رو مثلا میذاریم مپ، میذاریم با همین شرایط هم باشه، طولش 100% باشه، ارتفاعش 500، یه برد ردیوس هم برای یه سری قرتی بازی بخوره. خب حالا باید از کتابخونه این لیفلت استفاده کنیم. خب من کتابخونه‌اش حتما لینک دانلودش رو میذارم که بتونید استفاده کنید. دقیقا مطابق با همین نسخه من. حالا اگه نسخه جدیدتر یا قدیمی تر بود با کدای من به مشکل نخورید. خب ما به فایل این CSSش نیاز داریم، پس لینکش رو اینجوری میزنیم لینک. خب آدرسش رو میدیم، اول اینو تعیین کنیم استایل شیت، بعد hrefش رو میدیم، میگیم از روت برو داخل لیب این و فایل CSS منو یه مینم داشت همین اینو اضافه کن. اینم که اینجا میبندیم. خب در ادامه بریم خطا رو کلا از بین ببریم. این گوگل. خب اینا رو کلا کامنت میکنیم. این از این. خب و بعد میایم برای میخوایم تو همینجا هم نمایش داده بشه. اینم باید کامنت کنیم. در واقع نقشه اینجا نمایش داده میشد، طول عرضی که اصلا به اشتباه اینا رو گذاشته بودیم که اصلا نیاز نبود، چون میتونستیم با حالت هیدن بدیم، خیلی بهتره دیگه تا اینکه بیایم حالت رید اونلی بدیم. هیدن بودنش خیلی بهتره، چون اصلا نیاز نداره نمایش داده بشه. خب اینجا میایم جای این به این صورت برای استایل هم ما بوتسترپ داریم استفاده میکنیم که میگیم با این موارد باید آشنا باشید. این فرم گروه فقط یه مرجع میده، کار خاص دیگه ای نمیکنم. این دیو همون مپمون هستش، در واقع کلاسی که نمیخوایم بهش بدیم، فقط یه آیدی بهش میدیم، اسمش هم قرار بود مپ بذاریم. بعد تمام. دوتا میایم پایین. اینپوت های اصلی مونه که اون نام پروپرتی همونو بهش میدیم. تایپش رو میذاریم هیدن و ASP4 شونو میذاریم لوکیشن، برای اون طول و عرض رو بهش میدیم. یکی برای این، یکی برای لانک. خب اینم از این. خب حالا بیایم تو فایل JS. خب با این که دیگه کاری نداریم، اینا هم کامنت میکنیم. خب حالا فایل JS مد نظرمون رو اینجا میدیم. میگیم اسکریپت سورسش قراره از اینجا باشه، لیب هاپ. مینش رو اینجا میدیم و میبندیم. خب خوب برامون نبست. خوب براش بس. خب این دستورات مربوط به دستورات گوگل بود که ما اینجا دیگه باش کاری نداریم.
اینا رو کامنت میکنیم. خب میریم سراغ حالا دستورات مربوط به نقشه لیفلتم. خب البته الان ویدیومون اومد رو 15 دقیقه. بریم تا کجا میتونیم برسیم. البته فکر کنم بهتر بذاریم برای جلسه بعد. بذاریم انجام میدم بیشتر از این وقت بی خودی هدر ندیم. خب اینجا میزنیم که وقتی صفحه آماده شد برای اجرای دستورات JS بیاین اینو برای ما انجام بده. خب اینجا به یه متد میخوایم، متدش رو میذاریم initialize map. خوبه. خب بعد میریم پایین‌تر این متد رو مینویسیم. پارامتر ورودی که نداریم، یه ذره لت میذاریم حالا با یه مقداری. میگیم که این ریپلیس رو برای ما انجام بده. احیانا اگه این مقادیر داخلش بود به این ریپلیس رو برای ما انجام بده. خب چون ما اینجا حالا مقدار میخوایم دستی بدیم و صفحه آپدیت و کرییتمون جداست، تو صفحه کرییت به این نیاز نداریم. به ریپلیس، ولی تو صفحه آپدیت نیاز داریم. خب پس همینجا اینو میدیم. لوکیشنی هم که من میخوام بدم برای آزادیه. چه کلمه قشنگ‌تر از این. برای لانگمونم اسمش می‌ذاریم lng. اینم کد آزادی. خب اینجا به این صورت باید عمل کنیم. متغیر مپ میخوایم. اینجا دیگه کدای مربوط به این کتابخونه لیفلته. مثلا نیاز به بررسی خاصی هم نداره، فقط ببینید ازش استفاده کنید. خب اون آیدی، اون المنتی که براش در نظر گرفتیم رو اینجا میدیم و این پراپرتی اسکول ویل زومش هم آف میکنیم. جلوتر میایم set view و متد set viewش استفاده میکنیم. اینا رو به نوع فلوت باید تبدیل کنیم. از پارس فلوت استفاده میکنیم. خب بعد بذاریم توی آرایه مینویسیم پارس فلوت. این برای لت دوباره پارس فلوت. این برای lng وگرنه اینجا میبندیم. یه میزن بهش میدیم. خب این متغیرها بهش میدیم. خب برای ایجاد نقشه‌مون بعد دوباره از تایتل لایر استفاده میکنیم و این آدرس اینترنتی رو به این صورت باید بهش بدیم. نمی‌رسیم https
tile open street map org. اینا هم الان من مقدار میدم فرمت png. اینو میذاریم z x y. خب بعد به این صورت اینجا رو ببندیم. قبلش باید یه اد تو بکنیم به همون مپی که بالاتر ایجاد کردیم. زوم پیشفرض اینجا بهش میدیم چه که بسیاریم 15. اینجا مکس زوم رو تعیین میکنیم میگیم 19. خوب باشه. حالا اینا دیگه خودتون میتونید تغییر بدید. خب یه مارکر تعیین میکنیم و میگیم پیشفرض کجا باشه مارکر رو. بزنیم تو همچین آریه اینا رو مطابق با همین بذاریم. خب اینجا میذاریم تو مپ. خب حالا مارکرمونو get start time at بذاریم. میخوام یه دستور ریکوست این فریم رو بذارم تو این با یه تأخیر 3 ثانیه‌ای اجرا بشم. set time out رو اینجا می نویسیم. فانکشنش رو می نویسیم. فانکشنی که میخوایم داخلش اجرا بشه میخواد اجرا بشه به این صورت می نویسیم unit request running frame. خب میایم از اون مپی که تعریف کردیم این ولی دیت سایزش هم میدیم. دوباره مپ میدیم صورت مپ کانتینر. خب بسیار عالی. اینجا هم که باید یه 3 ثانیه رو تعیین کنیم. خب تو مرحله بعدی یه متدی میخوایم به اسم مپ کلیک که بعداً بدیم به مپان که بعد رویداد کلیک رو باهاش داشته باشیم. خب اینجا یه فانکشن می نویسیم مپ کلیک. خب همون طول و عرضی که حالا متغیری که طول و عرض تعریف کرده بودیم و میایم از این میگیم let lng.let lng دوباره let lng. خب حالا این مقادیر رو باید بدیم به اون اینپوت هایی که اینجا تعریف کردیم که مقادیری که حالا با کلیک روی نقشه دریافت میکنیم تو لرد جغرافیایی رو بدیم به اونا. خب به این صورت آیدی هاشونو یک کپی پیست من اینجا انجام بدم. خب این برای این از متد ولم استفاده میکنیم و این امیدش میدیم. این لت برای این یک کپی بگیریم این از این
دیگه مارکرمونم نسبت میدیم، می‌نویسیم set lat lng e lat lng. خب که این شامل طول و عرض جغرافیایی داخل همین هست. خب حالا این متد رو میدیم به متد آن مربوط به این نقشه، متغیر نقشه‌ای که براش تعریف کردیم برای نسبت به رویداد کلیکش. خب کلیک. خب بسیار عالی، رفتیم روی 25 دقیقه. خب دیگه تا همینجا میبندیمش دیگه، بره برای جلسه بعد. خب امیدوارم که دوستان تا همینجا لذت برده باشید. حالا میگم تو جلسه بعدی با جزئیات بیشتری صحبت میکنیم، البته تلاش میکنیم پروژه رو تکمیل میکنیم و بعد میریم برای تست نهایی پروژه. خب دوستان لطفاً کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو لایک کنید و زنگوله هم بزنید که با آپلود قسمت بعد به لحظه پا بشید. پیشنهاد، انتقاد، نظری هم داشتید حتما کامنت کنید، شخصا همه رو بررسی میکنم، سوالی باشه حتما پاسخگو خواهم بود. تا جلسه بعدی، فعلا.